احسان یو نفرم په کار و تخت څلور راوستلی دی و حالا خب من یک نفر کار دارم. چطور میشه؟ کدامتان امرای میره؟ امرتان مرا میگی. نه بگوین در بین دویتان یکتان بگوین. بلش یک چیز از پیشتان میخوایم به خاطر که جگر خونش یک کم خنده کنه. زید راوستن. السلام علیکم. خاکا. سلام ماشي ستو خیر. خیره. سلام ماشي ستو خیر. بخیر. پښتو خبرې کې کدري. خدواړه. خو ان شاء الله. مگر انسان خو اشتباه کړی ما یو نفر په کار و تاسو خو څلور تنه راوستل. انسان یو نفرم په کار و تاسو څلور راوستل دي. یو نفرو. تا څه کار کړی؟ کار هر کاری که باشه. مثلا چی کار کردن میتونی؟ یک پیش بر. کار برما باشه، کار کندنکاری باشه. خب خودت چی کار میتونی؟ چاکنی میکنم اگه پیدا شه، در کارگری. تو چه کار کردی؟ همون چاکنی کارگری هر چی. او تو چه کار کردی؟ هر چی باشه، هر چی باشه کار میکنم. خب یعنی تمامتان در یک میزنی. بسیار خوب است. و حالا خب من یک نفر کار دارم. چطور میشه؟ کدامتان امرای میره؟ هر کم مرا میگی. نه بگوین در بین دویتان یکتان بگوین. آره خب کل ما اومدیم دیگه. 4 نفر آورد از ما. ها؟ ما را 4 نفر آورد. 4 نفر آورد. در فامیل چند نفر هستین؟ فامیل ما 6 نفر هست. 6 نفر. و شما کاکا میشه یکم پیش بیاین یکم گپ بزنیم. شما فامیل چند نفر؟ 10 نفر هست. خودت تنها کار میکنی؟ تنها کار میکنم. و شما کاکا جان؟ 6 نفر. یعنی کلتان کار میکنه. حالا خب کل روز دیگه گذشته چرا تنوز کسی کار نبرده کار میریم. 4 بجه میریم. 6 روز دیگه بیکار است. اینا رو بعد از صبح کی وقت خودی نماز ما میاییم. امید خدا می روز میگه ما بعد اگه چای صبح کاتیم نان چاش چک میخوریم. اتو بیکاری. کلا روزگار ما. باز روزانه چقدر است؟ روزانه 3 ساعت 4 ساعت میته. و بلند میگم 300 است روزانه. 300 ساعت. خب ما را گفت 300 میتونه تا. 300 میتونه. ما را گفت 300. حالا کار یک نفر است نفهمیدم. اگه یک نفر امرای ما میرین در بین یکتان انتخاب بکنین امور امرای میبرم و بیاین دیگه. کجا میبریم؟ دیدی کوچه آخر کوچه. دیگه هر کدام ما را انتخاب میکنیم. خودت ما را میگی و میگی. وضعیت کدامتان زیاد خراب است؟ حالا از کلگی خراب است. از کل مواظب کلگی خراب کرایی از کلگی وقت تو مزده ده؟ تو کی وضعیت دیر خراب ده؟ بله. طول خراب ده؟ در خانه چی مشکل داری؟ اما مشکل بگو. مشکل داره فامیل ما رو اولاد ما مکتب اگه بره قرام نداریم بالا ما پیسه هم نان خوردن نداریم. بچه و ایران ما نمی‌چیم. راست میگه والله برادر. اتو ما وقت بگم من کل ما مت دست مونده پای مونده است. من شخصا خودم عملیاتی مثلا من اومدیم کار. کجای عملیات است؟ اینی من. این از مجبوری اومدیم. جور میکردیم. خودت چرا یک رقم جگر خون استادستی؟ چی کنیم دیگه روزگار دنیا دیگه. امروز چی میخواین؟ امروز برای ما بگین کلتان میبرم. گمش که خود یک کار از هر 4 ما هر 5 ما یک جای کار میکنه. هر چی باشه هر 4 تانه میبرم چقدر براتون پیسه بدم؟ هر چی خود لازم میبینی باش. خب کار بسیار کم است از یک نفر است. خب یعنی یک نفرتان انتخاب نمیکنین کامراین بره؟ تو حالا روزگارش خراب ما مزمام در خانه ادیم و مریض فامیلی عمل پیسه دواش بند است. پیسه دواش چقدر میشه؟ پیسه دواش فامیلی ماهانه بعد ماه 2000 روپیه دوا تکلیف قلبی بعد کل چیز داره. شما خدا بگین که چقدر سوال میکنم اما من میخوایم آدم که ببرم غیر از پول برشان زیاد میتونم یک چیزی پرسان میکنم خب و بعد از ان شاء الله یک تانه میبرم گمش کن. در زندگی چی زیاد آزارت میده؟ والا در زندگی بیادر گلمی آزار ما غریب جورانی. غریب کازار میده. غریب کازار میده. مثلا بیادر گل امی واقعیت. امیال 4 نفرتان آورد حالا ما یک نفر پیدا شد مثلا بیادر گل دمی زمستانی مرا گفت بیا بریم اونجا سرش مردم بیرو بار بود. مرا گفت بیا بریم دکار. ایرا بسیار با مشکل مسقط کشیده میشه. بردم میگه گفت بیا میریم در کابل بانک ما پیسه میگیرم اونجا پیسه ماست. اونجا که بردم ما بیادر گلی اصلا چی بود دیگه رقم آدم بود کی صبر بود. او خدا شما که صبر میکنید. بسیار وضع روزم اتو بود که بهم 1 روپیه خدا احتیاج بود. آزارت داد. ایرا برد مرا دوجا مرا ساد کرد. از یک رو رفت از دیگر رو برام تو پلیس اومد مرا گفت چرا
یه سوز دیگه گفتم من تو گویا داری کی صبر بود خوب شد تلفن دیگه چیزا گفتم برو اگه تلفن ما رو میگرفت تلفنم چند ما رو پرسون کرد که چند پیسه داری من گفتم پیسه من ندارم اگه پیسه میداشتم چرا من سر چوک میامد با خودت چی آزار میتن؟ والا این روزگار آزار میته دیگه کدام گپ دیگه نه گپ سر روزگار است برای خودت بسیار چوپ هستی چی کنم نگاه قربانتان شما بسیار مرد خودت نگفتی که چی آزارت میده والا این غریبی و بیچارگی قربانتان شما بسیار مردم با غیرت هستین خود قربان غیرتتان قربان احساس پاکتان این روزا بالای مردم میآید و میفهمین حالا من یک تانه میبرم بگوین کدامتان هر کدام انتخاب میکنم خب یک تانه نمیبرم گمش کالی زیادان در جنجال بند میمونم و چطور کنم رقم که دلت از داد قربانت یک کار میکنیم خب برتان پیسه میتونم مثلا کار نکنیم خیلی بودین خدا جان 1 2 3 3000 بس است 4000 چقدر شد 1 2 3 4 1 2 3 4 و 1 2 3 4 خداوند خیرت بتوره گمش کمی تاق شوه بیخی سیس بگیرم تو بگی ایرام تو بگی و ایرام تو بگیرم تو بگی قربانتان ببینین شما زحمت میکشین هیچ کار را ما نکردیم این کل کار خداوند کرد زنده باشید خداوند ما کجا شما کجا ما از کجا آورد که برای شما این مناطی را که خداوند برای شما مقرر کرده بود شاید اوجا بشک این سر ما حقتان بود و ما در مقابلش یک چیز از پیشتان میخوایم به خاطر که جگر خونش یک کم خنده کنه قربانتان خداوند شما را اجر بده و خداوند ما شما را کل ما را در یک جنت یک جای بکنه و خداوند دی وطن دیگر رحم بکنه شما هم شاید پرسان کرده باشین که سوال و قدر چیز امروز ما هم کارهای ما است یک شونوج است یک دستتان برشان بلند بکنه یا کسایی است که زحمت میکشه کار میکنه دست برای کسی دراز میکنه نمیکنه و بسیار مردم غیرتی است د غیرت د نمونه ډک د اخلاص خلک دي که داسې یو څو نور نفر راشي د دوی لاس ونیسي دی و کاروبار زمینه ورته برابر شي ډېر لوی کار به وشي نو یو به غېږه راکړي ورځي خیر کبر غرور بما هم دغه مسکین ختموي د غریب شمال د ګل پشم ځواني ختموي د غریب شمال د ګل پشم ځواني ختموي پر ما بتیر سپرت بخیر باشین برین بخیر سر کارتان امروز خانه برین یگان سودا یگان چیز ببرین و عزت باشین دوستانو راځي د دې وطن دپاره یو ځای کار وکړو او حداقل د یوه نفر په شونډو مسکا راولو دوی د سهار نه تر اوسه پورې ولاړ وو ورته روزانه نه پوږده کېدله مونږ هم چندان خاص کار نه دی کړی الله ورته مقرره کړی او خوشحاله خو په دې چې د مونږ ګنهګارو بنده په لاس ورته راورسېدله نن به خوشحاله وي او فامیل ته به څه نه څه لږ یوسو راځئ د دې غمجپلي وطن دپاره یو ځای او په ګډه کار وکړو او حداقل د یوه نفر په شونډو مسکا راولو مسکا دی پر مونږ حق ده وطنداره شمال د ګل پشم ځواني ختموي د غریب شمال